زندگی توی شهر شلوغ میتونه آدمو کلافه کنه. ممکنه به یه جایی برسی که احساس کنی که دیگه راه ادامه‌ای نداری و به بنبست خوردی. چی کار باید کرد توی این شرایط؟ سوشال مدیا، پیام زیاد، ترافیک، اینا همش باعث افزایش استرس و اضطراب میشه. یه آدم مدرن موفق باید بلد باشه که چطوری 1-2 دقیقه تایم برای خودش اختصاص بده و با خودش خلوت کنه. حالا میخوام یه روتین کاربردی برای بهبود سلامت روانت تو این همه شلوغی بهت بگم. اینکه روزانه وقتی که بیدار میشی 5 دقیقه مدیتیشن کن و نفس عمیق بکش و بعد از اون پیاده روی روزانه داشته باش. تایم دیجیتال دیتاکس داشته باش، یعنی گوشی رو بذار کنار و یه تایم کوتاه حتی 5 دقیقه بدون سوشال مدیا و فضای اجتماعی و گوشیت باش. و اینکه هر روز به خاطر 3 چیزی که خوشحالت کردن شکرگزاری کن و اونا رو توی دفترچه کوچیک بنویس. این روتینی که بهت گفتم به صورت علمی ثابت شده که باعث بهبود سلامت روان، افزایش حس خوشحالی و کاهش اضطراب میشه. از من به تو نصیحت، حتی توی شلوغ‌ترین روزات هم 1-2 دقیقه تایم برای خودت اختصاص بده. اگه که میخوای تکنیک‌های سلامت روان بیشتری رو بهت یاد بدم، حتما این ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا این ویدیو و ویدیوهای بعدی رو داشته باشی.